رودخانه‌های دل و کرخه تپه‌های آرام گرفتند که قرن‌ها اسرار تمدن ایلامی را در خود پنهان کردند. اینجا 7 تپه است، همسایه دیرین شوش تنها 15 کیلومتر دورتر. روزی گاواهن کشاورزان به شیئی سخت برخورد، کشفی که شهر گمشده کاپنهاگ یکی از مهمترین شهرهای ایلام را نمایان کرد. شهری که در دوره پادشاهی تتیار فرمانروای ایلام، انشان و شوش رونق داشت. از سال 1344 دکتر عزت‌الله نگهبان و تیمش کاوش در این منطقه را آغاز کردند و با هر لایه‌ای که کنار می‌زدند بیشتر با تاریخ گفتگو می‌کردند. در این تپه‌ها قدیمی‌ترین طاق هلالی جهان کشف شد. آرامگاهی با 23 اسکلت، 14 اسکلت منظم و نقطه‌های دیگر به شکلی نامنظم نشان از آرامگاه جمعی می‌داد، نه مقبره سلطنتی. این راز می‌گفت اینجا تنها گور یک نفر نیست، بلکه داستان یک نسل است. کاخ‌ها، معابد، تالارهای بزرگ، دیوارهای خشتی عظیم و سکوی بزرگ با دیوارهای جدا کننده. مکانی برای تدفین‌های مکرر که هر بار با آجر بسته می‌شد و برای تدفین بعدی از نو گشوده می‌گردید. اما پایان این شهر باستانی تلخ بود. در سال 645 قبل از میلاد لشکر آشوربانیپال به آن حمله کرد و 7 تپه مانند درونتاش با خاک یکسان شد. امروز در کنار این تپه‌های تاریخی موزه 7 تپه قرار دارد، جایی که یافته‌های